مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه با اظهارات مبلغ کرمل ولادیمیر سلاویوف که از طریق تلویزیون دولتی روسیه گفت کشورش باید برای منفعت‌های خود به ارمنستان و کشورهای آسیای مرکزی لشکر بکشد واکنش نکردند. اما سخنان این مداح پوتین در شبکه‌های اجتماعی و بین کارشناسان بحث‌های داغ را به وجود آورد. شیرعلی رضاییان کارشناس روابط بین الملل این را مناسبت گستاخانه و ترکتازی علیه صاحب اختیاری کشورهای آسیای مرکزی می‌داند و می‌گوید که در هیچ جای دیگر دنیا چنین مناسبت با همپیمان و کشورهایی که در تعداد زیادی سازمان‌های بین المللی زیر چتر مسکو حضور دارند دیده نمی‌شود. هیچ زمینه‌ای واقعی در کشورهای آسیای مرکزی به نظر نمی‌رسد. برای چی؟ برای آن که در این 4 سالی که روسیه با اوکراین جنگ می‌کند، کشورهای آسیای مرکزی با تمامی مسئولیت و نمایش گذاشتند که آنها شریکان نزدیکترین این کشور هستند و دید و بازدید و همکاری‌های بسیار سطحی بلند را با مسکو قطع نکردند. برعکس ما در 4 سال اخیر می‌بینیم که تجارت کشورها با روسیه خیلی بالا. اما محمد شمس‌الدینوف تحلیلگر سیاست بین المللی میگوید چنین اظهارات باید جدی گرفته شود و بر این است که در سیاست خارجی روسیه حوزه مهمترین نفوذ کشورهای پساشوروی اند و برای کاملا صاحبی کردن آن گزینه نظامی نیز یکی از راه است. استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی را نباید استثنا دانست، خصوصا در این بافتار که چنین مداخله‌ها بودند از جمله سال 2008 در گرجستان و بعدا در اوکراین. و سلاویوف بسیار دقیق معلوم کرد که چه عامل میتواند دلیل استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی شود. او گفت که وجود حکومتی‌های ضد روسی در فضای پساشوروی با شمول آسیای مرکزی و منفعت مانع است. با این ترتیب می شود گفت که دلیل استفاده نیروی نظامی در آسیای مرکزی میتواند وفادار نبودن به مسکو باشد. از نگاه این تحلیلگر این گونه اظهار نظرها در روسیه پس از اینکه کشورهای آسیای مرکزی سیاست مستقل‌تری خارجی خود را با اتحاد اروپا، ایمیه و کشورهای دیگری مخالف روسیه به راه ماندند زیاد شده ایستاده است. اما خورسند خراموف تحلیلگر سیاسی میگوید که در پس منظر ضعیف شدن نظام حقوق بین الملل پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 و به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا، تبلیغگران با روایت سازی ها آغاز کردند. نظر چنین میرسد که این تبلیغاتگران از ضعیفی حقوق بین الملل استفاده برده با روایت سازی های عصر 20 گذاشتند که طبق این روایت ها آسیای مرکزی خودش یک حدود زیر نفوذ روسیه حساب می شود و اگر این روند ادامه کند به فکر من شاید روسیه خودش یکی از خطرهای اساسی برای این منطقه در دراز مدت تبدیل بیابد. تاکنون از میان کشورهایی که مبلغ روس راه اندازی عملیات مخصوص نظامی در آنها را از احتمال دور نمیداند، تنها ارمنستان واکنش رسمی کرده به سفیر روسیه در یریون نوتای اعتراضی سپرده است. کشورهای آسیای مرکزی هرچند واکنشی رسمی نکردند، اما کارشناسان میگویند کشورهای منطقه باید پاسخ جدی داشته باشند. مشکل را در جای خالی میسازند یا در درون کاسه طوفانی را به وجود میارند، این بسیار معناهای زیاد دارد. اینو برای همین به نظر داشت این که این که از یک تبلیغگری نامش سیاه است به اصطلاح جدی گرفتن شاید ضرور نباشه. حکومت‌های منطقه باید با این چیز خیلی برخورد جدی نشان دهند و از طرف دیگر همگرایی منطقوی باید وسعت پیدا کند و کشورهای منطقه نباید که از یک قطب یا که از یک کشور پر وابسته باشند. واکنش کشورهای آسیای مرکزی باید پاسخ موافق و حتما باید نوتای رسمی اعتراضی باشد. ولادیمیر سلاویوف در این برنامه تلویزیونی همچنین گفته که منطقه نفوذ از حقوق بین الملل بالا می ایستد. این حرفهای ولادیمیر سلاویوف مبلغ روس در پس منظر حادثه های ونزوئلا، عملیات ایالات متحده آمریکا ضد نیکولاس مادورو و واکنش وزارت کارهای خارجی روسیه صدا داد. روزهای اخیر مبلغان کرمل درباره حوزه نفوذ ابرقدرت‌ها بیشتر حرف میزنند.